اتحاد بین المللی وکیلان مدافع خواستار پایان دادن به تهدیدهای آژانسی ضد فساد در تاجیکستان علیه وکیلان مدافع در این کشور شد. در بیانیه این نهاد بین المللی تاکید می شود که 15 وکیل مدافع تاجیکستان که برای دفاع از حقوق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده همکار خویش اقدام کرده اند در حال حاضر تحت فشار شدید کارمندان آژانسی ضد فساد قرار دارند. عبدالرحمن زاده گفته است که کارمندان این نهاد با بازداشت غیر قانونی وی را مورد شکنجه قرار دادند تا برای متهم کردن یک کارمند دادگاه ناحیه ورزاب با آژانسی دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان همکاری کند. در حال حاضر این وکیل مدافع تاجیک در بازداشت خانگی به سر میبرد و علیه وی به اتهام کلاهبرداری پرونده جنایی تشکیل شده است. همچنین کارمندان این آژانس سیدبک نوریدینوف مدیر مرکزی وکیلان مدافع تاجیکستان و 15 همکار وی را که برای دفاع از حقوق عبدالعزیز عبدالرحمن زاده اقدام کردند مورد تهدید و فشار قرار دادند تا دست از این کار بردارند. سازشنامه آماده شده نسخه اول رو امضا میکنه و گرفته از در میبرد و کارمندان فوری در اومده ادوکات مورد دستگیر میکنه. در همه حالتی دستگیر کردن پس از اون نسبت وی در حقیقت هم واقعا همین شکنجه تطبیق شده است در حجره کاری وی. در این بیانیه به موردهای زیاد از فشار، زندانی کردن و شکنجه تعداد از وکیلان مدافع در دفاع از حقوق زید سیدوف فعال بخش خصوصی و 13 اعضای شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز اشاره شده است. زمینه و عامل و سبب اساسی نامکملی قانونگذاری، نابرابری اشتراکچیان در مرافعه و بی‌قدر بودن فعالیت ادوکاتی در نظام عدالتی سود است و دوم گروه‌های معین متشکل و منفعت‌دار نمی‌خواهند که آنها تحت نظارت جامعه شهروندی، احزاب سیاسی، پارلمانی و از جمله ادوکات‌ها نیز باشند، زیرا که منفعت‌های آنها خلل‌دار می‌گردد. در دیگر جامعه یک ذره آزاد و مردم سالار اگر 15 نفر ادوکات مراجعت کند و اون دسترس جامعه و دولت شود و طریق نهادهای امنیتی و مقامات دیگری وکالتدار دولت دسترس پرزیدنت کشور باشد، پس هم پارلمان و هم ریاست جمهوری دولت عکس العمل نشان میدهند یا خود صحبت انجام میدهند و به خلاصه می آیند. ولی چون در ما این گونه فرهنگ وجود ندارد و میان رسمیات و واقعیت ها تفاوت ها نهایت زیاد می باشند، این باعث تأسف است.